کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 28 آبان قطعنامه‌ای رو که پیشنویس اون توسط دولت کانادا تهیه شده بود رو به تصویب رسوند. در این قطعنامه کلیه موارد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران به نوعی گنجانده شده است. البته در این قطعنامه دو بند وجود داره که به نوعی غیر متعارفه. در بند اشاره به انتخابات اسفند ماه انتخابات پیشرو میشه و از دولت ایران خواسته میشه که اطمینان دهد انتخابات پارلمانی شفاف و فراگیر خواهند بود و به تمام نامزدها این امکان داده خواهد شد که بر مبنای بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی میتونند تبلیغات کنند و در انتخابات شرکت کنند. اشاره کلی به یک انتخابات بی سابقه نیست، ولی اینکه در مورد یک انتخابات مشخص در یک قطعنامه سازمان ملل به اون اشاره بشه چیزی است که سابقه نداره. ما در رابطه با تأثیر این قطعنامه در انتخابات پیشرو انتخابات اسفند ماه نظر آقای حسن شریعتمداری تحلیلگر سیاسی ساکن هامبورگ آلمان و فریدون احمدی دبیر تشکیلات اتحاد برای دموکراسی در ایران ساکن کلن رو جویا شدیم. آقای شریعتمداری، قبل از اینکه در مورد این بند صحبت کنیم میخواستم نظر شما رو در مورد یک بند غیر متعارفی دیگر همین قطعنامه جویا بشم. در بند 19 از آقای روحانی خواسته شده که به وعده های انتخاباتیشون عمل کنن. خب در سازمان ملل سابقه نداره که یک رئیس جمهور یک کشوری در مورد وعده هاش مورد مؤاخذه قرار بگیره. خب هنوز ارتقاء این قطعنامه به سطح مصوبه اجلاسیه عمومی راهی دراز براش داریم، ولی در همین حد، در حد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، نشان دهنده ارتقاء گفتمان حقوق بشر به یک گفتمان جهانی است. دیگه این تابو که حق حاکمیت ملی دولت ها به اونها اجازه دستاندازی به حقوق شهروندان را میداد و کشورهای دیگر جهان فقط ناظر این قضیه بودند و نمیتوانستند دخالتی بکنند، در این دوره گویا به تدریج به پایان میرسه و کشورهای مختلف دموکراتیک دنیا به خصوص و نمایندگان اونها در این کمیسیون ها حق خود میدانند که از ارزش‌های جهان شمول حقوق بشر دفاع کنند. آقای روحانی لیست بلندی از تخلفاتی که در ایران در زمینه حقوق بشر میشد در انتخابات به نفع تبلیغات خودش ازش استفاده کرده و قول داده رعایت کنه و این حق کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هست که اونها رو یادآوری بکنه. البته همونطور که گفتید این ابتکار جدیدی است، ولی فکر میکنم که آغاز دوره نوینی است که بعد از این نظیر این رو نسبت به کشورهای دیگر و از جمله کشور خودمون هم خواهیم دید. به هر صورت بین دو اصل حق حاکمیت دولت‌ها بر سرزمین خودشان و رواداری اصول جهان شمول حقوق بشر در همه این کشورها یک تعارض جدی وجود داره. به نفع گسترش حقوق بشر در حوزه‌های تمدنی مختلف این قضیه داره حل میشه و فکر میکنم بعد از این ما شاهد یک دوره جدیدی خواهیم. آقای احمدی، شما دبیر تشکیلات اتحاد برای دموکراسی هستید، تشکلی که هدف اصلی اون برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و شفاف در جمهوری اسلامی ایرانه. شما فکر میکنید که این بند از قطعنامه‌ای که در کمیسیون سوم به تصویب رسیده به نوعی بیان کننده خواستهای اتحاد برای دموکراسی باشه؟ بله، فکر میکنم این یک گام مثبت هست و ما داریم به تدریج به این مرحله میرسیم که از اون دوگانه های
به قول معروف سترون تاکنونی شرکت یا تحریم و در مورد همین نظارت استصوابی هم همین موضوع بازتاب داشت فاصله بگیریم. خب یکی از راه‌های فاصله گرفتن از این جنبش طرح مطالبات بود و اکنون به این سمت میریم که بیشترین نیروها، چه اونایی که معتقدند به هیچ وجه با انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست و چه اونهایی که به هر حال معتقدند که گام‌هایی در جهت آزادی انتخابات میشه در جمهوری اسلامی برداشت و گریز از اون بحث مرغ و تخم مرغ. ما میریم به سمت اینکه حول همین مسئله حذف نظارت استصوابی و نکته‌ای که در مصوبه کمیته سوم سازمان ملل هم بود تاکید شده بود، اگر بله، امکان نظارت مستقل ملی و بین المللی، که مسئله به این شکل نباشه که نظارت استصوابی در یک شکلش حذف بشه و در شکل دیگری دوباره اعمال بشه. نظارت مستقل ملی و در شرایط به حساب ممکن بین المللی هم برش اعمال بشه. ما میریم که وحدت نظر هرچی گسترده تری شکل بگیره، چه در نیروهایی که خود به دلیل اینکه امکان مشارکت دارن و بخشی از حکومت هستند از این مسئله نفع میبرند و همچنین کسانی که به هر حال دورند از این مجموعه و فکر میکنم که گام بسیار مثبتی است در این عرصه. آقای شریعت مداری، در ایران یک ائتلاف نانوشته پا گرفته که سزل اونو آقایان روحانی، هاشمی و خاتمی تشکیل میدن. در درگیری های جناحی درون نظام این ائتلاف در حال حاضر ضعیفتر به نظر میاد. شما فکر میکنید که این بندی که در قطعنامه پیشنهادی کانادا وجود داره و به تصویب کمیسیون سوم رسیده و به احتمال زیاد به تصویب مجمع عمومی هم خواهد رسید، نوعی پشتیبانی از این مثلث در مقابل اتحاد دیگری که در برگیرنده پاسداران و هواداران آقای خامنه‌ای است باشه؟ بله، به هر صورت هر فشاری من جمله فشارهای بین المللی تغییر این توازن قوا به نفع کسانی که ضعیفترند رول مثبتی بازی خواهد کرد. هرچند که قطعنامه‌های سازمان ملل حتی اگر در مجمع عمومی به تصویب برسه الزام آور نیست متاسفانه، ولی فشار اخلاقی بسیار بزرگی ایجاد میکنه و این فشار اخلاقی به نوبه خودش مؤثر. ما از یاد نبریم که اون چی که در ایران میگذرد در حضور یک نظام اقتدارگرا در حقیقت یک انتخابات کنترل شده، فرمایشی و تا حدی نمایشی است که در عین حال بین خودی‌ها به مقدار زیادی رقابتی و قوانین خودش دادن. بنابراین اولین مرحله‌ای که هم اونهایی که در انتخابات شرکت میکنند و میبازند، یعنی جناح ضعیفتر، هم کوشندگان مدنی و سیاسی در پیش دارند. آزادسازی انتخابات به این معنی است که جناح حاکم و جناح اقتدارگرا نتواند انتخابات را با تقلب به نفع خودش چنان سامان بده که کمترین هزینه متوجهش نشه. انتخابات، اولین قدم در آزادسازی انتخابات پرهزینه کردن اون و ریسک آلود کردن اون برای نظام حاکم است. اکنون شما میبینید به استثنای انتخابات دورانی با وجود نظارت شورای نگهبان، با وجود مهندسی انتخابات به جای اینکه ثبات و آرامش را برای نظام حاکم بیاره، ریسک ها و ناآرامی هایی را در جامعه ایجاد کرده که هنوز هم ادامه داره. بنابراین این مرحله اول به هر صورت آغاز شده، یعنی انتخابات همانطور که منجر به حذف دگراندیشان و نیرو غیر خودی از انتخابات میشه، برای حاکمان هم نتایج کاملا دلخواه رو به بار نمیاره و اونها رو مواجه با خطرات جدی میکنه. مرحله بعدی پیروزی نیروهایی است که اکنون در اقلیت هم و تصرف صحنه انتخاباتی
نه تنها صحنه گفتمانی بلکه صحنه عملی انتخاباتی است و البته گام‌های بعدی بعد از آزادسازی انتخابات آزاد و منصفانه است که در حضور یک نظام اقتدار عملا ممکن نیست. بنابراین ما همه اینها رو خوش آمد میگیم، ابزارهای فشاری میدانیم که در کنار مکملهای دیگری که در داخل ایران باید به اون اضافه بشه میتواند دست جمعی تعادل رو به نفع نیروهای دگراندیش به هم بزنه. مسلما ایران در چنین مسیری است و این گام بسیار بزرگ بین المللی در جهت به هم زدن چنین تعادلی. آقای احمدی، تا چندی پیش صحبت در مورد نظارت استصوابی در داخل ایران نوعی تابو بود، تابویی که شکسته شده. الان آزادانه بخشایی از جناحایی که در درون نظام قرار دارند و خودی به حساب میاندم استصوابی رو به نوعی به زیر سوال میبرند. اگرچه خب نظارت استصوابی قانونی که به تصویب مجلس رسیده و مجلس باید با لایحه دیگری اونو حذف کنه، شما فکر میکنید که این مخالفت ها میتونه اولین گام در راه حذف نظارت استصوابی باشه؟ بله، فکر میکنم این یک گام مثبت هست و ما داریم به تدریج به این مرحله میرسیم که از اون دوگانه های به قول معروف سترون تا کنونی شرکت یا تحریم و در مورد همین نظارت استصوابی هم همین موضوع بازتاب داشت فاصله بگیریم. خب یکی از راه‌های فاصله گرفتن از این جنبش طرح مطالبات بود و اکنون به این سمت میریم که بیشترین نیروها، چه اونایی که معتقدند به هیچ وجه انتخابات با انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست و چه اونهایی که به هر حال معتقدند که گام‌هایی در جهت آزادی انتخابات میشه در جمهوری اسلامی برداشت و گریز از اون بحث مرغ و تخم مرغ. ما میریم به سمت اینکه حول همین مسئله حذف نظارت استصوابی و نکته‌ای که در مصوبه کمیته سوم سازمان ملل هم بود تاکید شده بود، اگر بله، امکان نظارت مستقل ملی و بین المللی، که مسئله به این شکل نباشه که نظارت استصوابی در یک شکلش حذف بشه و در شکل دیگری دوباره اعمال بشه. نظارت مستقل ملی و در شرایط به حساب ممکن بین المللی هم برش اعمال بشه. ما میریم که وحدت نظر هرچی گسترده تری شکل بگیره، چه در نیروهایی که خود به دلیل اینکه امکان مشارکت دارن و بخشی از حکومت هستن از این مسئله نفع میبرن و همچنین کسانی که به هر حال دورند از این مجموعه و فکر میکنم که گام بسیار مثبتی است در این عرصه. آقای شریعت مداری، اگر در زمینه همین نظارت ها باقی بمونیم، خب یک دعوایی در جریان بین وزارت کشور و دولت آقای روحانی از سوی و از سوی دیگر شورای نگهبان و قوه قضاییه. بالاخره انتخابات پیش رو در اسفند ماه کی دست بالا رو خواهد داشت؟ بله، ظاهرا در این دوره نظارت استصوابی حذف نخواهد شد، ولی گفتمان قوی ایجاد شده و اصولا کارایی نظارت استصوابی رو به چالش میکشه. تا کنون صحبت از این بود که نظارت استصوابی کاری غیر عادلانه است و حقوق کاندیداها رو درش رعایت نمیشه و این مختص مخالفین بود این گفتمان. ولی گفتمان درونی که در خود نظام ایجاد شده این است که حتی 4 ارگانی که شورای نگهبان رو یاری میکنند تا صلاحیت ها را به طرزی که ولی فقیه میخواهد بچینه و از اون تخطی نشه کافیه برای وصول به این منظور نیست و بنابراین اونها اومدن مهندسی آراء انتخاباتی رو در پیش گرفتن که مکمل این 4 ارگان بشه. اون هم جواب نداد و به جای اینکه بتواند منظور ولی فقیه و نیروهای امنیتی و سپاه رو تأمین کنه، منجر به بحران سال 88 شد
اکنون بحث بر سر مدل های جایگزین بود. صحبت از این بود که انتخابات رو استانی کنند و نظارت استصوابی رو بردارن، به جاش یک سیستم مالی جایگزین کنند، به این شرط که نمایندگانی که اکنون در شهرها و شهرستانها شرکت میکنند چیزی معادل 4 میلیارد تومان هزینه انتخاباتی شده. اگر این تبدیل به یک رقابت استانی میشد بین 14 تا 16 میلیارد تومان، ببخشید من میلیون تومان گفتم، میلیارد تومان بود، 16 میلیارد تومان هزینه انتخاباتی خواهند داشت و این رو هیچ شخصی نمیتونه بده. بنابراین شورای رهبری، نهاد رهبری به آسانی میتوانست پول رو برای کسانی که مورد نظرشه تامین کنند و بقیه از رقابت حذف بشن. اشکال این سیستم این بود که برای جمهوری اسلامی حد بالای شرکت در انتخابات یک نشانه مشروعیت نظامه و این مشارکت بالا رو پایین می آورد، برای اینکه رقابت‌های شهرهای کوچک، شهرستان‌ها و قبیله‌ها، طایفه‌ها رو حذف می‌کرد و اون رو در سطح استانی حل می‌کرد و در حقیقت رقابتی به این معنی وجود نداشت. بنابراین سطح مشارکت پایین بود. بعد از این فکر کردن که انتخابات رو الکترونیک کنن که الان در خیلی از مراکز استان‌ها کردن، ولی همیشه با این دلخور رو در رو هم که در صورت هک شدن و در صورت که یک گروه رقیبی دست در آرا ببره چه می‌کنن. بنابراین الان در حقیقت راه معینی نداره، همه راه‌ها براشون ریسک‌آلوده و این همون مسئله است که در مرحله اول گفتم، یعنی ریسک‌آمیز کردن تقلب در انتخابات برای نظام حاکم. این اولین مرحله آزادسازی انتخابات، مردم با شرکت خودشون، با به وجود آمدن فرهنگ شرکت در انتخابات و با هجوم به صندوق‌های رای این رو به نظام تحمیل کرد. انتخابات به هر صورت با نتایج از پیش بینی شده و مطمئن توأم نیست و بسیار ریسکیه. وقتی میخوان تحمیل کنن بحران ایجاد میشه. بنابراین در این دوره درسته که نظارت استصوابی ممکنه حذف نشه، ولی اکنون این گفتمان وجود داره که اصولا وقتی چنین چیزی این همه هزینه زاست، این همه مشروعیت نظام رو در انظار مردم از بین میبره و به مقصودی هم که بر اون طراحی شده نمیرسه، چرا باید اصرار کرد که وجود داشته باشه؟ این حتی در دست ولی فقیه دیگر اسلحه موثری نیست. این گفتمان جدیدی است و همراه این گفتمان هم ایجاد داده میشه که خب ما تا حالا یک نوع تحریم انتخابات داشتیم و اون تحریم اصولی انتخابات. اپوزیسیون انتخابات رو تحریم میکرد برای اینکه در حضور یک نظام اقتدارگرا فکر میکرد انتخابات آزاد بی‌معنی است. عده‌ای از اپوزیسیون این کار رو میکردن و تأثیر زیادی نداشتن. معمولا اون 33% که از ابتدای انقلاب در انتخابات شرکت نکردن همچنان رقمشون ثابته و اپوزیسیون نتونسته با تحریم اصولیش این رو زیاد اضافه کنه. اما مدل جدید تحریم این هست که به شورای نگهبان میگه اگر شما فله‌ای ما رو رد کنید، بعد از رد کردن فله‌ای ما هم که کاندیداهای همین نظام هستیم انتخابات رو تحریم خواهیم کرد، نه به علل اصولی، به علت بی‌عدالتی که در حق ما شده. و این مدل جدید تحریم انتخابات ممکنه در ایران بشه و البته این بسیار صحنه رو برای جمهوری اسلامی تو هم با ریسک پیش بینی نشده خواهد کرد. گفته میشه آقای احمدی که جناح آقایون خاتمی، روحانی، رفسنجانی در نظر دارند که کاندیداهای ناشناسی رو معرفی کنند برای اینکه رد صلاحیت نشن، ولی شورای نگهبان از همین حالا گفته که وظیفه ما رد صلاحیت نیست بلکه احراز صلاحیته. بنابراین کسانی رو که نشناسند میتونن رد صلاحیت بکنن به خاطر اینکه خب سابقه شون روشن نیستش. به نظر من دوران حرکت با چراغ خاموش گذشته و طرفین دست هم دیگر رو میشناسن و همونطوری که گفتید آقای شریعت مداری هم فرمودن که اینها فرعی ارزیابی این هست که رد خواهند کرد گسترده و تمام تلاش باید این باشه که مالیات هرچی گسترده تری بپردازن. الان
به طور جدی در شرایط کنونی با آرایش کنونی سیاسی، خب اینا مصمم هستن که همه اونهایی که کاندید میشن و نمیشناسن و از نظر اینا احراز هویت نشدن با اون ویژگی هایی که میشناسن کنار بگذارن و این تاکتیک اصلاح طلبان و یا اعتدالیون نظام به نظر من جواب نخواهد داد. موضوع ایجاد یک حرکت جدی اجتماعی است، یک اعتراض اجتماعی است، برانگیختن یک جنبش اجتماعی است برای اینکه این نظارت رو از بین ببرن یا به طور جدی با مالیات بسیار بالایی مواجه بشه. امیدواریم که مجبور بشن که به یک اعتراض علنی و به یک تقابل علنی با این نوع برخورد با انتخابات برسند و همراهی کنند با اون نیروهای از نیروهای خارج از نظام که در پی برگزاری یک انتخابات سالم و گسترده و آزاد هست. با سپاس از هر دوی شما برای خیلی ممنون.